سلام دوستان، وقتتون بخیر. با آموزش ساخت فن اتوماتیک در خدمت شما هستیم. در واقع منظور از فن اتوماتیک فنیه که میاد دمای هوا رو میخونه و اون دمایی که ما ست کردیم اگر بالاتر بود شروع میکنه اونور رله رو اکتیو میکنه، یا من اینجا دارم موتور دیسی استفاده میکنم که بتونم با طرف پارامتری سرعتش هم حتی کنترل کنم. میریم توی تنظیمات پارامتر صفر که پارامتر تنظیم دماه. من اینا روی مثلا 30 درجه میذارم. الان توی اتاق خودم بخاری روشنه و دمای محیط الان دمای بیرون خیلی بالاتره. روی پارامتر یک سرعت، حالا صفری که میبینید اینجا یعنی OCR 100، یعنی با یه سرعت شاید 1/3 سرعت مثلا 12 ولت، مثلا شاید تقریبا با 5 ولت یا 6 ولت مثلا موتور دیسین کار کنه. میتونم سرعتمو با 3 100 150 200 255 ست کردم که من رو صفر میذارم. سرعت پایین ترین پارامترم روی 30. حالا کارمون تمام میشه، از این تراپ خارج میشیم، دما 31 درجه است. من اینجا میام موتورم اکتیو میکنم، با سرعت خیلی پایداری شروع به کار میکنم. به این صورت موتورم شروع به کار میکنم. موتور دیاکتیو کردم. فن اتوماتیک همینه، در واقع همون چیزایی که از قبل خوندیم و هم ویدیوهاشه که فقط در کنار هم کامباین شده و ترکیب شده و هم چیزی در آورده. در واقع دارم اینجا دماسنج یا همون دمایی که استفاده کردم سنسور NTC 10 کیلو اومه. اگه 100 کیلو اوم داشته باشین باز خیلی بهتره، دقیق‌تر به شما جواب میده، چیز دیگه ای نداره. فقط با کنترلش هم دارم از L298 استفاده میکنم. چیز دیگه واسه گفتن نداره. وقتتون بخیر، خداحافظ.